سلام، وقتتون بخیر. هفته 31 سال 2025 رو ما داشتیم. این هفته ما سرجم منفیه تقریبا 1 و خورده استاپ خوردیم. اگر در پرفکت ترین حالت انجام میدادیم این هفته خیلی خوبی بود. 4 تا خورده TP میتونستیم بگیریم. ما 2 روز اول یه ذره مارکت گول زننده بود، شادو داشت، نتونستیم ترید کنیم. یعنی اون چیزی که سودده شد من اینجا توی اگر پرفکت همه کارا رو انجام میدادیم اووردم، چیزی بود که من اصلا در واقع وارد نشدم و وقتی دیدم سود شد دیگه اون روز ترید نکردم. روز سوم هفته FOMC استیتمنت داشتیم. من متاسفانه حواسم نبود که حالا با خودم گفتم از این بعد بد نیست FOMC ها رو تو کلندر شخصی خودم بزنم، چون من تو این پلن اصلا اخبار رو چک نمی کنم، چون واقعا نیازی نیست، تو بک تست هم نیاز نبود. و FOMC وقتی داریم معمولا بازار بلا تکلیفه، تایت ترید رنج میشه. حالا میریم رو چارت هم نگاه میکنیم که BLSH بهترین کار بود توی اوپن و 3 تا ما استاپ خوردیم. بهترین کار این بود که وقتی FOMC داریم مثلا من ترید نمی‌کردم، میرم صفر بهتر از منفی 3. روز 4 ما یه دونه استاپ خوردیم، یه دونه کوچولو ریوارد گرفتیم که باز ضرر کرد بهمون. این روز من معامله سوم وارد نشدم چون خسته بودم، حوصله نداشتم، خیلی طول کشید و احتمال میدادم ادامه بده بره به سمت بالا. حالا صحبت میکنم در موردش که چی شد ما وارد نشدیم، ولی اگه معامله سوم وارد میشدم این روز سودده میشد. و روز پنجم هم که معامله اول سودده بود. حالا با توجه به اینا دارم کم کم به این نتیجه میرسم شاید بد نیست. حالا طبق همون چیزی که توی ویدیوی پلنم توضیح دادم، ما اصلا اولین ترید رو بگیریم، چون واقعا بعضی اوقات نگاه میکنم من اولین ترید سودده نمیکنه، دومی هم نمیکنه، سومی قرار بکنه ولی نمیگیرم. بعضی اوقات هم اینطوری میشه اولی دومی من استاپ میزنه. یعنی یا همه رو واقعا باشیم یا همه رو واقعا نباشیم. خب حالا این تا اینجا، اینم یه تصمیمی که گرفتم. من یه حساب پراپ داشتم، بعد از این حسابا که نامحدوده دیگه، زمانش نامحدوده، من اینو هر چقدر میرفت تو ضرر ریسکمو کمتر میکردم. این چیزی که خود البروکس هم توضیح میده. تقریبا 1 سال و چند ماه من اینو داشتم و رو ترید میکردم تا اینکه اون پراپه اسکم شد و من هنوزم حساب رو داشتم. یعنی دیگه نمیتونستم روش ترید بزنم چون اسکم شده بود. دیگه اینو گفتم من نمیخوام دیگه روی این دیگه انقدر باش بمونم و اینا. حالا یه دلایل دیگه هم داره که شاید در ادامه گفتم. و برای اینکه بتونم روند نتیجه رسیدن این حسابو سریعتر کنم، کاری که میکنم اینه که من تو پایان 4 هفته، یعنی ما 2 هفتهش رفتیم 2 هفته بعد، یا وقتی که من رفتم تو سود 4% که احتمالاً با این روندی که ما داریم میریم همینجور تو ضرر میریم، ریسکو میارم روی 1%. دیگه 1%، حتی 1.5% دیگه ماکسیمم چیزی که تو این استراتژی من میتونم داشته باشم دیگه، تو روز نمیخوره. ولی 1% یه ریسک معقولیه. حالا یا میبره منو تو سود یا میبره منو تو ضرر. خب این از این. بریم رو چارت یه ذره صحبت کنیم. این تریدایی بود که من گرفتم. ببین این روز اول بود. حالا اینا رو رنگ‌های متفاوت داره برای اینکه اینا فرضیه، تریدای فرضیه. من این روز ترید نگرفتم به خاطر اینکه این شادو دار بود، این آلرزی شورت شد ولی خیلی بزرگ شد و من احتمال دادم برگشتش محتمل تره، ولی خب نشد، نگرفتم. این روز باز دوباره 2 تا شادو داشتیم با یه آلرزی لانگ خوبی بود، وارد نشدم به خاطر شادوها که حالا صحبت میکنم که چی باعث میشد بره، چی باعث میشد نره و برگرده ادامه سود بده نده. روز سوم FOMC بود که من بهتر بود ترید نمی‌کردم، تایت ترید رنج. ببین شما کندل اول بای لیمیت، کندل دوم سل لیمیت، کندل سوم بای لیمیت زیرش، کندل چهارم سل لیمیت اینجا یا اینجا، دوباره اینجا بیشتر سل می‌کردی برمیگشت سودتو می‌گرفت، دوباره بای لیمیت سل لیمیت، بای لیمیت سل لیمیت. اینجا دیگه رفت تو فاز کانال، باز میشونست اینجا سل کنی، اینجا یا اینجا بیشتر سل کنی برگرده سودتو بگیری. دیگه از اینجا به بعد به نظرم بهتر بود که کسی نمیفروخت. بعد اینجا این اتفاق افتاد ولی بعدش دوباره برگشت، حالا کاری نداریم. روز 4 سل و بای اینجا اومدیم بیرون
که این معامله سوم اینجا هم تصورش کردم این میشد، ولی به نظرم خوب نبود سل اینم نه، این بد نبود ولی کلوزان لو نبود، این اوکی بود، اینم اوکی بود. هر کدوم از این دوتا رو سل میگرفتیم استاپش رو میذاشتیم اینجا و نمیمدیم اینجا بیرون، میتونست ما رو ریوارد 2 رو بده، این روز رو برام سوده کنه روز 4م. و روز آخر که خیلی خفن، یه گپ نزولی، کندل دوم دوتا کندل نزولی آلبزی شورت شد، یه جورایی سل گرفتیم، ولی چون که کندل کوچولو بود 15 صدام گذاشتیم رو ریوارد 2، چون این آلبزی شورت قوی هم نبود، یعنی کلوز زیر این لو نداد، یه کوچولو بالاتر از این لو سل گرفتیم برای ریوارد 2. اینجا اینتری داد، اینجا آلبزی شورت شده بود، اولین پوشو نخریدیم نیومدیم بیرون، اومد پایین، دومین پوش دیگه تاچ نشد، ریخت ریوارد 2مون. این از این. خب بریم برای بررسی این که چی شد، یه چیز کلی از مارکت نگاه کنیم. این روز از اینجا شروع شد، ما یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز تریدینگ رنج بودیم، نزول صعود، وان پول بک 2 و بعد نزول، یعنی یه وان پول بک توی بزرگم رخ داد و بعد از این کفه ما توی روز آخر تونستیم بریک اوت کنیم. اگه EMA 20 ساعتی رو دقت کنید خیلی خوب تایت تریدینگ رنج، یعنی کل این هفته تا پنجشنبه مشخص بود که، یعنی 4 روز هفته مشخص بود که ما تو تریدینگ رنج قشنگ میشد مثلا اینجا خرید، اینجا فروخت، اینجا فروخت، اینجا بای بک کرد. اصطلاحاً میگن استراتژی ریگرشن تو مین، بازگشت به میانگین. ولی این روز دیگه این اتفاق نمیفته دیگه، این ریخته. با توجه به اینکه خیلی از میانگین 20 ساعتی جدا شدیم، احتمال داره هفته آینده قیمت صعودی باز شه. اضافه اینکه یه جور ریورسال هم انگار داده، هفته بعد صعودی باز شه، تاچ کنه اینجا رو، بعد بریزه، اگه بخواد بریزه یا بعد بره بالا، احتمالش هست. خب بریم یه بررسی تکنیکال داشته باشیم. به روز اول هفته کندل بولیش، گپ صعودی، کندل بولیش کاریش نداریم. کندل نزولی شادو بسیار بزرگ ما اینجا سل نکردیم، هرچند واقعیتش من دنبال این بودم اینو سل کنم، چون یه خیلی خاص بود کندل. اگه ما زوم کنیم روش بعضی اوقات هستش که نگاه میکنی، دو تا دلیل داشت. یکی این بود که 3 روز هفته گذشته، 3 روز هفته گذشته خیلی افتضاح بود و میتونست که قیمت بریزه. خب ادامه بدیم. آره 3 روز آخر هفته گذشته خیلی داغون بود، یعنی ما بجز روز 4مش، یعنی روز وسط این 3 روز، بقیه روزا رو گفتیم ما با همین استاپی که خوردیم و مجبور بودیم بخوریم، کارش نمیشد کرد. وقتی اتفاق میفته معمولا 2-3 روز بعدش خوبه قیمت، یعنی ما کل این هفته یه هفته خیلی خوبی داشتیم دیگه. یه روز که ما سودش رو گرفتیم، 3 روز هم میگفتیم میشد سود کرد، FOMC هم که گفتیم اصلا نباید ترید میکرد، یعنی هفته خوبی بود. با توجه به این من احتمال میدادم کلا این هفته دنبال یک اتفاق خوبی برامون رقم بخوره، یعنی یه کندل‌های خیلی راحتی داشته باشیم. و این روز اینطوری شد که ما صعود داشتیم قوی، نزول داشتیم قوی، یعنی اصلا این شادو بالایی هم خیلی نداشت که بگیم ما خریدارا اینجا خریدن رفت بالا بعد اومد پایین. قشنگ همه رو این کلوز فروشنده بودن، ولی دوباره یه سری از اونایی که شاید اینجا فروخته بودن اینجا بای بکشون رو کردن. خب و یه مقدار اینجا ما سیو سود سلرها رو داشتیم توی این شادو و یه سری بایری که خریدن و من فکر می‌کنم مثلا همین باعث شد که یعنی یه سری بایرایی که اینجا خریدن یا اینجا خریدن و گیر افتادن باعث شد رو 2 روز بعدش ما دوباره اونجا رو تاچ کنیم و قوی دوباره بریزیم. یعنی این کندلی که اینجا رخ داد دلیلش این بود، یه سری اینجا خریده بودن اومد پایین، اینجا بیشتر خریدن، اینجا بیشتر خریدن، اینجا بیشتر خریدن. یعنی فکر می‌کنم 2 روز بعدش شد، درسته؟ دقیقاً دوشنبه سه‌شنبه 2 روز بعد قیمت به نقطه اولشون رسید، اینا فروش کردن، قیمت ریخت. این توی پنجشنبه بود، نزول شروع شد، جمعه دیگه واقعا ریخت، از اون تریدینگ رنج در اومد. خلاصه این اتفاق افتاد، ولی سلرها تونستن قوی قیمت رو برزونن. سلرها اینجا به
خریدار چربیدن. توی این کندل به نظر من ما آلوزی شورت بودیم، ولی مشکل این بود که خیلی استاپش بزرگ بود و من سل نگرفتم، ترسیدم به خاطر استاپ بزرگ 0.30% و تصمیمم اوکی بود. یعنی اینجا واقعا بای بهتر بود، خیلی خریدن و سودشون رو گرفتن. ولی کندل بعدی، این کندل که شد لووان، افراد بیشتری فروخته. یعنی من به نظرم ما اگه اینم نمیفروختم مثلا بهتر بود اینجا میفروختم برای اینکه ریوارد یکم رو دقیقاً این پایین بگیرم، دقیقاً اینجا این تاچ کرد. درسته؟ آره دقیق. حالا خیلی جالبه، من میام تحلیل میکنم. اینو ندیده بودم، الان تو تحلیلم اینو دیدم، چون ما اگه اینو اینجا میذاشتیم ریوارد یکو نمیداد، ولی اینجا که گذاشتیم دقیقاً ریوارد یکو داد. یعنی خیلی از اونایی که آلوزی شورت ترید کردن بر اساس اینتری اینجا و استاپ این پشت ریوارد یکشون رو گرفتن. این از این بهترین ترید روز بود، همون ترید اول روز میتونه سود دهمون کنه. ما اینو نگرفتیم و وقتی هم که دیدم ریخت دیگه با خودم گفتم خب دیگه این ریخت، هم این ریوارد دوشو داد، یعنی این کسی که اینو سل کرد تا این پایین ریوارد دوشو گرفت، هم این ریوارد یکیشو داد که من با خودم گفتم هولوش اینجا رسید تموم شد، هم که ریوارد دوشو داد تموم. و من دیگه وارد نشدم. کسی تریدر دیگه مثلا میتونه بگه آقا ما آلوزی شورته، البروکس میگه هر جا که هست شما یه مقدار فروش بکن و اونم درسته، ولی من که می‌خواستم پلنمو برم جلو اینجا ترید نکردم. خب این از این روز نزولی شد دیگه. تا آخر روز ترند فرام دی اوپن تقریبا داشتیم دیگه، فقط اولش پول بک داشت و بعد ترند فرام دی اوپن شد. میرسیم به اینجا آخر روز دوشنبه ما تای تریدینگ شده بودیم، های 1 های 2 های 3 تمام اینجا فروخته بودن و نمیدونم اینا اینجا سودشون رو گرفتن یا اصلا سودشون کشیدن بیرون، چون من اینجا خیلی دنبال این بودم این قیمت برگرده ولی برنگشت. این هم که گپ های اون روز بود دیگه، یعنی ما چندین گپ داشتیم، آخرش نسبت به این میجرینگ گپ از این سقف تا این میجرینگ گپ اینجا هولوش اینجا یه واکنش خوب داد، این تبدیل شد به فاینال فلگ، ریخت و رسید به کف چند روز پیش، تقریبا هولوش کف چند روز پیش دیگه موند اینجا یک کف شد، به یک کف دوباره واکنش داد، اینجا هم که دیگه کلوز شد قیمت. روز بعد سعودی باز شد، کندل بولیش ما داشتیم، احتمالا به خاطر این شادو یه سری میتونن اینجا سل کنن و این سلرها رو ما اینجا داشتیم. حالا من این سلرها رو اینجا متصور شدم، اونایی که رو اوپن سل کردن و اگر این کارو میکردن خب اینا تو ضرر میموندن چند روز تا این روز. یعنی کسی که اینجا رو اوپن سل کرد بالاتر، مثلا اینجا نمیدونم بستگی داره دیگه. مثلا من خودم اگه بخوام روی استراتژی ترید کنم میگم اگه بدترین حالت اینه ترند فرام دی اوپن بشیم، پس اگه قرار باشه 3 تا من ترید بزنم یه دونه سل اینجا میزنم، یه دونه مثلا 0.5% بالاتر یا 1% بالاتر هولوش اینجا، یه دونه هم وای میستم و یه جا قشنگ قیمت برگرده، یعنی مثلا اینجا که قیمت ترند ریورسال داد سلمو میزدم. میتونستن اینجا یعنی هم کلوز اواخر همون روز دوم یا اوایل روز سوم یر به یر اینا بیان بیرون تقریبا، یا وای میستادن تا روز چهارم هفته و سود میکردن کلا دیوسی خودش. حالا فارغ از این که کسی، من احساس میکنم اینکه رو اولین اوپن مارکت ما بخوایم تصمیم گیری کنیم یه ذره گیجم میکنه، چون میگم اوکی یه سری اینجا سل کردن، خب پس سل دومشون رو کجا میخوام بزنن، در حالی که اوکی یه سری اینجا سل کردن ولی خب اونا هدفشون خیلی بزرگتره، اندازه بزرگتر میبینن. ما که دنبال اینیم کندل به کندل بریم جلو، باید اندازه کندل ها رو در نظر بگیریم. کندل اول شادو سعودی داره، احتمال داشت اینجا سلرها بیشتر باشن، ولی من اینو پاک میکنم چون هدفش رو رسوندم دیگه. اینم گفتم من اینجا انتظارشم قیمت بریزه، نریخ، رفت بالا. کسی که اینو سل میگه اگه حسابش 1% گذاشته بود اینجا میخورد، این از ورود 1%. اگه حسابش واید یا اصلا کلا باز میذاشت خب میتونست اینجا یا اینجا دوباره سل کنه یر به یر اینجا، یا با سود اون آخر هفته بیاد بیرون. کسی که اینجا سل کرد اینجا وزیر این خب یا اینجا مثلا سل میکرد باز میافتاد گیر میافتاد. یعنی من فکر میکنم اونایی که سلر بودن وقتی که این گپ رو دیدن، اول ما این گپ رو داشتیم، گپ کوچولو،
و بعدم این گپ رو داشتیم. خب با دیدن این میگرخیدن و دنبال این بودن که بیان بیرون، یعنی یه سل اینجا گرفته بودن، یه سل شاید کلوز این کندل میگرفتن برگرده اینجا یر به یرشون بیاد بیرون، ولی نتونستن. اینجا دوباره یه سل دیگه گرفتن که برگرده به یر به یرشون، دقیقا این نقطه که نرسید، دید تاچ به زور کرده اینجا دیگه. خب باید حجمش رو ببرن بالا. اگه سل میکردن میتونستن یر به یر بیان بیرون. یه جور دیگه بگم، اونی که سل کرد اینجا و بعد این آلویز این لانگو دید، یا رو این کلوز می اومد بیرون بایر میشد، یا وای میستاد یه میجر موو بالاترش میومد سل میکرد دوباره، یعنی اینجا. و وقتی اینو دید احتمال داشت با دیدن این نزول کندل بعدی رو بفروشه، چون یه سری اینجا میخرن اینجا میفروشن، فروش کنه سری بیاد بیرون روی این کندل. تمام. ولی خیلی کار سختی بود. من به نظرم کسی که اینجا رو میفروشه و بعد روی این کندل آلویز شورت یا روی این کندل آلویز لانگ تصمیم میگیره، بهترین کار اینه از شورتش بیاد بیرون بره تو لانگ. اینقدر ضرر کرده تقریبا 11 صدم، ولی میتونه به برابر این 23 صدم سود کنه، یعنی تا اینجا میتونست نگه داره همون یر به یر دیگه. ضررش جبران میشد، سودم میکرد، چون آلویز لانگ شدیم. این روزا خیلی روزای خاصی هم هست، ولی خب وقتی هم هست باید تشخیص بدیم و اون تصمیم رو بگیریم. دقیقا نکته لیمیت سل همینه. یکی از مشکلات لیمیت سل اینه که اکثر مواقع سوددهی به جز یه موقعی که این اتفاق میفته و باید با یه ذره ضرر یا حتی ضرر خیلی بیشتر بیای بیرون و بعد ریورس کنی و باید اینو بپذیری، یعنی دنبال به زور برگردوندن ترید نباشی، بلکه همراهشی با ترید. یعنی شما تو این لحظه احتمال میدادی بریزه، کلوز داد نریخ، اینجا احتمال میدی بریزه نریخ، اینجا دیگه احتمال بالا رفتن 60-70%. پس سری سلتو بای بک میکنی به همون اندازه. مثلا 5 لات اینجا فروخته بودی، 5 لات اینجا میخری یا 2 برابر 10 لات اینجا میخری، که به نظر من بهتره 5 لات بخری دوباره اگه پول بک داد 5 لات بخری. همون داستان همیشگی خودمون اسکلینا. و اینجا تریدی که ما کردیم در مد نظر داشتم این بود، گفتم آقا من اینو بای نکردم به خاطر اینکه شادو داشت، من یه دسته اینو ببرم کنار مشخص میشه این شادو داشت و احتمال دادم این دوتا کندل شادو دار باعث میشه قیمت بریزه. ولی غافل از اینکه اولا کلوز این بالای این بود، اینو دیدم ولی میگم غافل از اینکه یعنی مثلا فکر نمی‌کردم قوی باشه. نکته دوم، ما مقاومت خاصی سر راهش نبود. ببین یه نکته‌ای که هست، از این روزا کم نداریم که آقا دو تا کندل سعودی یا دو تا کندل نزولی میده قیمت ولی برمیگرده. مثلا اینجا ببین دو تا کندل نزولی داده ولی قوی برگشته. من دقیقاً به خاطر همین اینجا بای نکردم، یعنی با خودم گفتم آقا دو تا کندل سعودی داده ولی قوی قراره برگرده. خب ولی دو تا فرق داشت اینجا. یکی این که من دقت کردم تو اوپن ها اگر این دو تا کندل اندازه کندل دومی که میشه فالو تو رو کوچکتر از کندل اولی باشه، معمولا نشان دهنده اینه که خیلی قرار نیست موافق روند بره. یعنی دقیقاً اینجا یه کندل بزرگ کندل بعدی کوچولو شد و با شادو پایینی، پس قرار خریدارا بخرن. اینجا مثلا کندل اول بزرگ کندل دوم کوچولو شد، قرار بود خریدارا بخرن ولی چون شادو پایینی نداشت کمتر خرید شد. اوکی، یعنی این شادو دار نبودنش باعث شد که ما ادامه نزول داشته باشیم. یه مثال دیگه میخوام بزنم. یه روز دیگه هم داشتیم هفته پیش، 2 هفته پیش. اینجا اصلا اینجا متفاوت بود. کندل اول کوچولو با شادو پایینی، کندل دوم خیلی بزرگ با شادو پایینی. ولی دو تا نکته، یکی این که شادو پایینی شدت بدنش بزرگ بود، دو یک حمایت خیلی قوی داشتیم کف 2 روز پیش، باعث شد بعدش خریداری بشه. اینجا ما اینا رو نداشتیم. ما اینجا فقط تنها نکته‌ای که میتونست اینو از آلویز شورتی در بیاره این شادو دار بودنش بود. نه مقاومت داشتیم، نه کندل دوم کوچکتر از کندل اول بود، نه اندازه خیلی بزرگی داشتن 400 همه چی اوکی بود برای پای. ولی من فقط به خاطر شادو نخریدم. میگم واقعا باز هفته پیش واقعا مارکت ضرر زد با این پلنی که ما داشتیم. انگار هفته پیش خیلی تایت تریدینگ بود، با استاپ خرید فروش می‌کردی اوپن مارکت یه جوری میشد. ولی این هفته این 2 روز اولش ما رو گول زد و بعد این رفت تو سود و من میتونستم حتی اگه اینو نخرم اینو بخرم، ولی باز این کارو نکردم چون گفتم ببین یکی که اینجا خرید آلویز این لانگو سودو گرفتیه. من اگه اینجا تصمیممو مثلا میگرفتم خرید اینجا سودم گرفته بودم.
پس ممکن اینجا بریزه و بعد خودم رو ملامت کنم که چرا این کارو کردم، چون خارج از پلنم رفتار کردم دیگه، به خاطر این خودم رو ملامت کنم. بعدم که دیگه آقا گپ داشتیم، دوباره گپ داشتیم، میجرینگ گپ، دوباره گپ داشتیم، دوباره گپ نزولی داشتیم که به این خیلی خوب واکنش داد و این تبدیل شد به فاینال فلگ. قیمت رفت صعود کرد، پول بک زد دیگه. ما لوور های میجر ترند ریورسال داشتیم تقریبا که اومد پایین و ترند رنج شد. یعنی ما ترند صعودی داشتیم و بعد ترندینگ رنج. این روزا خب هست زیاده، یا مثلا ترندینگ رنج و بعد ترند. روز بعدی ما عملا گپ نداشتیم، خب یعنی گپ خیلی کوچیکی داشتیم ولی باز دنبال خریدش بودم. ما اینجور روزا میگیم حداقل یه دابل تاپ یه دابل باتم دیگه. من اینو سل کردم. مشکل این کندل این بود که ما کندل بولیش رو سل کردیم، ممکن بود خریداری بشه و خریداری هم شد. تایت ترید رنج بود، سل بای، حتی اینه که اینجا سل کرد، اینجا بیشتر سل کرد، تونست سودش رو بگیره، بای سل. اینجا دیگه که موند هایوان های تو میتونست که اینجا بای کنه، یا نه سل گرفت اسکلپشو گرفت، سل میگرفت اسکلپشو میگرفت، سل میگرفت اسکلپشو میگرفت، اینجا دوباره سل میگرفت، اینجا سل میگرفت اسکلپشو میگرفت دیگه. مثلا شاید میتونست مثلا دنبال خرید باشه، یعنی اینجا یه بریک اوتی داشتیم، پول بک، اینجا رو میخرید برای ادامه صعود، کانال صعودی شد. من اینجا رو که گفتم سل کردم، ریورسشو نیومدم بیرون، چون اولا این تا اینجا خیلی ضرر زیادی به من نمیزد. من گفتم چه حسابم بیارم اینجا چه نیارم برای من فرق نداره. و اینجا احتمال، یعنی شک داشتم، گفتم آیا این آلویزی شورت شد یا نه، آیا ممکنه این یک هایوان های تو باشه یا نه این صرفا یه نزول باشه، پول بک ادامه نزول باشه، فروشنده اینجا باشه. برای من 50-50 بود، گفتم 50-50 ولش کن، سلر رو بذار باشه. اینو اگه به خاطر بولیش بودنش سل نمی‌کردم و اینو به خاطر شادو دار بودنش نخریدم، این دلیلش این بود. به خاطر بولیش بودنش می‌خریدم، اینجا من تو سود وارد می‌شدم، دوباره زیر این یر به یر می‌مدم بیرون. اینجا تصمیم گرفتم، یعنی تو چیزی که روز چندم بود، درست روز سوم، آفرین، این FOMC استیتمنت بود که اصلا بهتر بود تریدش نمی کردیم، که بعد یه دونه استاپ اینجا خوردیم، دوباره یه دونه استاپ اینجا خوردیم، دوباره یه دونه استاپ اینجا خوردیم، چون من فکر می‌کردم تریدینگ رنج ولی نبود، که اصلا میگم بهتر بود که اصلا تریدش نمی کردیم این روزو. و روز بعدی که اینم تایت ترید رنج بود دیگه، همون لیمیت بای سل و اینا. اینجا یه ذره ما بولیش شدیم، میشد با بای استاپ خرید کرد، اینجا هم همینطور، ولی خب باز ریسکی بود، چون اینجا ما از اینجا این کانال سعودی داشتیم، میشد اینو بای کرد که من اینو متصور شدم بای استاپ این پشت تا این سقف مثلا ریوارد 1.3 توجه به اینکه اینجا من در نظرش گرفتم. من یه چیزی که متوجه شدم، معمولا تو روند سعودی لوور های ترن ریورسال بهتره برای خروج. یعنی من به جای اینکه اینجا بیام بیرون لو وان لو تو لو تیری وایسم قیمت ریخ، اینجا لو وان لو تیری که سقف پایین تره اینجا بیام بیرون یا اینجا، ولی هم فرقی نداره. اینجا چون کندل بودیش بود گفتم ولش کن، اینجا دیگه کندل بیاریش بود گفتم خوبه. اینم از این. روز پنجشنبه رو داریم، روز چهارم گپ سعودی کندل نزولی سل کردیم. خب گپش هم کوچولو بود دیگه، 20 صدم. شاید اندازه کندل گپ ها در نظر بگیرم بتونه توی این مورد کمکم کنه، یعنی قشنگ یه اندازه داشته باشم، همونطور که برای کندل ها اندازه داریم. بگم آقا گپ کوچیک‌تر از این بود، من وای میسم برای یه دابل تاپ دابل باتم چیزی، اگه یا آلویز این لانگ، اگه نبود مثلا رو اولین کندل وارد میشم. سل استاپ خورد، استاپ کاملم خورد، من روی این کندل بولیش وارد شدم. کندل درست حسابی، سیگنال همیشگی خوب بود، 20 صدم هم اندازش بود که قیمت خریداری شد، رفت بالا اومد پایین. من اینجا رو کلوز میخواستم بیام بیرون چون خیلی خوشگله اینجا، حالا تو لایو مارکت مشخص بود اینجا تایت ترید رنج شد، سلرها اینجا رو فروختن، قیمت اومد پایین، به خصوص که به ریوارد یکی اینم واکنش داد و یه سقفی هم قبلا ما داشتیم اینجا، همون جایی که اول ویدیو هم صحبت کردم، بایرهایی که اینجا یا اینجا خریداری بودن و مونده بودن توی مارکت.
فکر میکنم مثلا اینو برای همون گذاشتم و آره قیمت به این واکنش داد. من میخواستم اینجا اگه کلوز پایین این داد بیام بیرون، ولی خب مشکل این بود که من چنین چیزی تو پلنم نیست، یعنی من با استاپ وارد میشم با استاپ هم خارج میشم. اینجا نیومدم بیرون، احتمال میدادم که همچین کندل شیک بده، ولی احتمال نمیدادم تا اینجا، احتمال میدادم تا اینجا باشه بعدش هم برگرد. این انقدر قوی ریخت دیگه، گفتم خب بیام بیرون دیگه. یعنی من یه دونه استاپ خوردم، به جای اینکه مثلا یه دونه ریوارد 1 و 3 بگیرم و سود ده کنه منو اون روز 41 سلام گرفتم و بعد اینجا خب سل نگرفتم، اینجا یا اینجا یا اینجا بشه دوباره سل کرد، چون که ما لوور های ترن ریورسال داشتیم، ترن شد لو 1 لو 2 لو 3، حالا یا لو 3 یا لو 3 یا لو 4، این یا این سل اوکی بود، ولی باید با اطمینان قلبی وارد میشدی، نه مگر دوباره اینجا مینداختت بیرون های تو های تیری، اینجا مینداختت بیرون و دیگه نمیدونستم سومی وارد شدم چون دوتا وارد شده بودم. ولی خب اینجا که قیمت ریخت دیگه اصلا تاچ نشد دیگه، فروشنده ها قوی وارد شدن و قیمت ریخت، ریوارد 2 رو داد، از ریوارد 2ش برگشت، ولی اینم مینور بود دیگه، ماینور بود، ریورسال بود و بعد ادامه نزول رو داشت. اینم از این که خب شد تریدینگ رنج و ترند نزولی در ادامه روز. و روز آخر جمعه، حالا این خطایی که داریم خطای جالبی هن. ما یه گپ خیلی بزرگ، اندازش چقدر بود؟ گپ خیلی بزرگ 1 خورده ای داشتیم. خب یه گپ بزرگ بود دیگه. کندل اول هیچی، کندل دوم سیگنال بار نزولی، حالا یه آلوازی شد یا سیگنال بار نزولی که من زیرش با استاپ سل گرفتم، وایسادم برای ریوارد 2 چون اندازش کوچیک بود. توی کندل 4 ما دیگه آلوازی شورت شده بودیم، اولین کندل احتمالاً فروخته میشد، همین اتفاق افتاد و قیمت اومد پایین. اینجا دوباره های تو داد ولی شادو دار بود، دوباره نمیخواستم بالای این بیام بیرون، قیمت ادامه نزول رو داد و ریوارد دومون رو گرفتیم. از اینجا هم خیلی خوب واکنش داد. حالا جالبه اینجا خیلی مشخص نیست، ولی توی CFD اگه نگاه کنیم دقیقاً اینجا میفته ریوارد 2 CFD قشنگ از اینجا خیلی خوب برگشت. حالا اینجا بیشتر یه بریک اوتی بود پایین این لو، درسته یا این لو، این شادو دقیقا همینان. ما چند تا لو داشتیم، چند تا کف داشتیم، اینجاها اینجاها اینجاها، و من احتمال میدم یه های تو به هر کدوم از اینا بزنه قیمت برمیگرد. اینجا رو که شکست، یعنی یه های وان داد، های تو میخواست بده که نداد، کنسل شدیم، اومد به سمت کف پایین تر رسید، اصلا ریخت که ما ریواردمون گرفتیم دیگه، برام مهم نبود دیگه. این روزم من پاک نکردم. اینجا اومد یه های تو داد، تریگر نشد، ریخت. اینجا یه های تو داد، تریگر شد ولی تایت تریدینگ رنج، چون که اینجا خریده بود رو این لو تو میتونست بیاد بیرون و سلر شه. دوباره پایین تر از این اومد، دوباره اینجا همینطور های تو به زور داشت میداد ولی با گپ ریخته که احتمالا این کندل خبره ساعت 4، احتمالا کندل خبر آمریکا بوده ساعت 4، اصلا بهتر بوده اینجا ما ترید نمیکرد، ترید بازی نمیداشت. اینم از این CFD. این هفتم چیز خاصی نداشت که من بخوام دوباره روش صحبت کنم، فقط یه مرور کنیم. یه دونه سل، یه سل داشتیم اینجا، فکر میکنم همون روزه. یه دونه بای، درسته فکر میکنم این روز همون روزه. اینو دیگه وقت نکردم آپدیتش کنم، حواسم نبوده. این روز 3 تا سل، روز چهارشنبه FOMC، این روز سه شنبه اینو فقط ما متصور شدیم، ایمجینریمون بود که دیدیم بعد سودم داد. و این روز هم همینطور. این یه دونه روز قبلش داده بود. آره فکر می‌کنم روز اول تو کندل اول و دوم تلاش کرد ریوارد 2 بده، نتونست بده، کندل سوم داد. و یکی از دلایلی هم که من اون دیگه علاقه به رغبتی به تریدر این روز نداشتم همین بود. دیدم ساعت 10:25 یه سیگنال بار داده توی 3 تا کندل اول روز که میشه این ریوارد 2 شو داد. گفتم پس ولش کن دیگه، این روز ترید من نیست. ولی دارم کم کم به این نتیجه میرسم که خب اگه بخوام اینطوری حساب کنم واقعا خیلی روزا رو نباید ترید کنم و یه جوریه برام
یعنی اینی که اینطوری ترید نکنم یه جوریه، ترجیح میدم که اهمیتی ندم، یعنی همون فقط فیوچرز رو در نظر بگیرم. یه نکته خیلی مهمی که فهمیدم و باعث شد این تصمیم رو بگیرم این بود، ما این هفته تقریبا هر روز تا اونجایی که یادمه اوپن روز با یعنی اوپن این چارت CFD با اوپن چارت دکس این 240 که میفته برای فیوچرز اصلا متفاوت بود ساعتاش. خیلی جالبه، تقریبا مثلا بعضا تا 3 دقیقه تأخیر داشت. خیلی عجیب بود و این باعث میشه که کندل اول با کندل‌های قبلی متفاوت باشه. یعنی شما این کندل رو نگاه کنید، ساعت 10:30 CFD دوشنبه است، اندازش از پایین تا بالا 34%. درسته؟ میریم توی این دوشنبه کندل اول رو نگاه کنیم، اصلا سعودیه، اون نزولی بودی سعودی بود و این چیزیه که تو بک تست مشخص نیست، یعنی از اون چیزاست که شما تو لایو بازار متوجهش میشی. این کندل 10 صدمه 9 صدمه 10 صدم 9 صدم و اصلا بولیش هم هست. یعنی شما این کندل گفتیم آقا این کندل ببخشید کندل اوپن CFD 34 صدمه، بیریش هم هست، 2 تا شادو هم داره، این بولیش شادو هم نداره. اصلا یه دلیل این که من با خودم گفتم این قرار بریزه همین CFD بود، یعنی دیدم CFD توی یه نزولی احتمالاً ادامهش بده تا مثلا این کف که ادامهش هم داد تا این کف که گفتم مثلا میشه زیر این شادو فروخت. و حالا با دونستن این نکته، یعنی اینکه آقا این کندل اولاست که با هم تفاوت داره، مگر بعدش کندل دوم 16 صدم، کندل سوم 29 صدم، کندل دوم 16 صدم تقریبا 17 صدم، کندل سوم 25 صدم. درست یک کوچولو تفاوت با هم دارن ولی اونقدی نیست. بخاطر همین دیگه اینو میخوام بذارم کنار این قانونه رو، یعنی بگم آقا اصلا برام مهمه تو CFD کندل اولم سودده بود من بر اساس اون چیزی که توی دکس اتفاق میفته توی فیوچرز اتفاق میفته تصمیم میگیرم بخرم یا بفروشم، توی CFD اچاش میکنم. و برای اینکه بتونم ریسک درست حسابی داشته باشم استاپ نخورم اینجا نمیتونم نشون بدم. بذار بریم توی امیدوارم بشه، میرم توی 1 دقیقه، نمیدونم توی رایگانش هست یا نه، آره بود، میرم توی 1 دقیقه اینجاست نگاه میکنم. گفتم ما گفتیم با 3 دقیقه تأخیر باز میشه دیگه. ببین ساعت 10:30 اینجاست. خب 10:31 اینجا باز شده قیمت 10:31 یعنی که اوپن یا 10:30 نمیدونم این کدومه دقیقا، حالا یک کدوم از اینا باز شده. خب اومده پایین 10:32 10:33 10:33 CFD تازه فیوچرز باز میشه، پس میشه این کندل. اگه قرار باشه من بفروشم نمیام استاپامو بذارم اینجا، استاپامو میذارم اینجا، یعنی یک همچین سلی میگیرم، این سلو استاپ میذارم اینجا، استاپ لاسمو میذارم اینجا 10:32 یا مثلا 10:33 هر کدوم که باز شده بود دیگه نمیدونم. و بعد ریسکم میشه 13%، ریوارد دوم میشه 25%. همین اگه ما بریم توی این روز آخر بررسیش کنیم دقیقا یه همچین حالتی میشه. یعنی ما اگه اینجا سل میکردیم به حساب این پشت میشد 15 صدم، درسته 13 صدم داره به اون میگه و ریواردمون هم تقریبا هلوش 30 میشد دیگه که مثلا 20 خورده میده. یعنی یک همچین تکنیکی میتونه ما رو کلن بی‌نیاز کنه از اینکه اصلا کلا ما بخوایم CFD تحلیل کنیم. کلا اصلا فارغ از اینکه CFD چه اتفاقی توش میفته من فیوچرز رو تحلیل میکنم، خاطر اینکه گپ داره، خیلی باحاله، خیلی راحت تر شما میتونید گذشته به درد بخوره مارکت رو ببینی، نگاه میکنه آقا اصلا این کفه گذشت. ولی این کف رو بخوای تو CFD پیدا کنی باید اینقدر این رو کوچیک کنی که اصلا میمونی و تازه اونم اگه بفهمی اگه نفهمی. و خب خیلی بهتره، خیلی قشنگتره و این گپی هم که داره کار ما رو راحت کرده دیگه که ما میتونیم اصلا با گپ ترید کنیم، نسبت به گپ تصمیم بگیریم که
بخریم بفروشیم یا چیکار کنیم. اینم از این. نکته دیگه ای نیست. سود و ضرر رو گفتیم، جمعیش رو گفتیم. ما الان 2 هفته پشت سر همه که خب ضررده بوده، منفی 1.59 این هفته، منفی 3.52 اون هفته. از این هفته ها هست دیگه. ما اگه این هفته رو واقعا سود نمیبستیم، ضرر هفته قبل جبران میشد، سود هم میکردیم. این داره به اون خطاهای انسانی رو نشون میده دیگه. خطاهای انسانی، یا بهتره بگم اون چیزهایی که من بلد نیستم، یعنی چارتی که من بلد نیستم، مثل همون 2 تا کندل سعودی شادو دادی که من نخریدم. چارتی که من بلد نیستم میتونه باعث که پلن، با اینکه پلن درست حسابی خوب آخر روز نگاه میکنی چه بای خوبی و چه سل خوبی بود، ولی خب پلن تو ریل مارکت ضررده بشه. امیدوارم که ما یاد بگیریم به مرور، انشالله همه چیز رو یاد بگیریم، سودده باشیم، بیشتر از اینکه ضرر کنیم سود کنیم و موفق باشیم. ممنونم ازتون، ممنون از توجهتون، ممنون از وقتتون. کامنتی پیشنهادی دارید حتما به من بدید. ممنونم ازتون.